درود بر شما، شبتون بخیر. چارت طلا رو با هم بررسی میکنیم. طلا توی تایم H4 یک حرکت N رو شکل داده و به این صورت حرکت کرده. از اینجا حرکتش رو شروع کرده به اینجا، در ادامه برگشته به این کف و الان چیزی که به ذهن ما متبادر میشه اینه که طلا این حرکت رو انجام داده به این صورت و به اندازه این بازوی N باید حرکت بکنه به سمت بالا. من این چارت رو بررسی کردم و توی یک تصویر توضیحات رو گذاشتم. توضیحات رو با هم مرور میکنیم، بعد چارت ایندکس رو هم مرور میکنیم، چون که ایندکس رابطه مستقیمی داره هم با طلا هم با ارزهای روبروی دلار. اینجا ما یک حرکتی داشتیم برای طلا، حدود 950 پیپ بوده و این کومویی که حرکت کرده 590 پیپ هم حجم کومو بوده. بعد یک حرکت ریزشی داشتیم. ما فعلا با این کار نداریم، ما با این دوتا بازو کار داریم. اینجا 950 پیپ حرکت کردیم و این سمت هم وقتی حرکت N قرار شکل بگیره حدود این عدد رو ما انتظار داریم که طلا رشد داشته باشه. حالا یکم کمتر یا بیشتر، تقریبا به این حدود ما انتظار رشد داریم که اون عدد رو اگر رشد بکنه طلا به سطح 1980 میرسه که برای طلا این سطح یکی از سطوح مهم هست. طلا فعلا اینجاست. توی بروکرهای مختلف عددش فرق میکنه. توی تریدینگ ویو مثلا روی 1940 هست، 1940 10 فکر کنم. این آلپاریه که 1939.82 از لایت فارکس یکم پایین تر هست. خلاصه این مهم نیست، مهم اینه که اون چیزی که دیدگاه ما هست، اون چیزی که تکنیکال این چارت میگه اینه که طلا میتونه یک اصلاح قیمت داشته باشه تا این سطوح 1931 که توضیح میدم روی چارتش که به کجا واکنش نشون میده، 1926 و 1922 و بعد انتظار داریم که حرکت رو به سمت بالا شروع کنه، یک آپترند رو شروع کنه. تو مسیرش عددهای دیگه هم هستن مثل 1960 که طلا اونجا هم گیر داره، یا 1950 که همیشه برای طلا یک حمایت مقاومت خوب بوده. خب بریم روی چارت. خود چارت چی به ما میگه؟ این رقم 1922 این واکنش هست دقیقاً به این های. من مشخص بکنم، دقیقاً میاد به این نقطه واکنش میده، به این شادوها. اینجایی که قبل از اینکه حرکت سعودیش رو بخواد کاملا شروع کنه اینجا یه واکنش داده، بعد اصلاح کرده و بعد حرکت سعودی رو انجام داده. تمام این چیزی که در سمت چپ چارت هست ممکنه محل واکنش باشه. این ببخشید این 1931 هست که به اینجا مربوط میشه، به این شادو، و پایین تر 1922 هم ما داریم که به این پایین میتونه واکنش نشون بده. اینجا دو تا نقطه‌ای بوده که عدم تعادل بوده توی چارت و یکیشون که این نقطه اینجا تاچ شده، نقطه بعدی هم باید تاچ بشه و بعد از اینجا ما حرکت سعودیمون رو میتونیم
شروع بکنیم. پس دیدگاه ما اینه که طلا میتونه تا این سطوح هم حتی تا 1922 هم ریزش داشته باشه به عنوان یک اصلاحی که انجام میده که خط روند خودش رو بیاد تاچ بکنه. بعد حرکت رو به سمت بالا شروع میکنه و میاد که به این نقطه واکنش نشون بده که حدود 1980 هست. توی این مسیر 1950 هم داریم که یک بار تست شده و مطمئناً وقتی اینجا شکست اتفاق نیفته و این شادو فقط بیاد اینو تست بکنه، بار بعد میاد از پایینتر و با قدرت بیشتر میاد حمله میکنه به این سطح بعدی هم سطح 1960 هست. این حدودا هست که اونجا هم میتونه یک حمایت مقاومت جدی باشه برای طلا. 76 تا 78 هم میتونه مزاحمت ایجاد کنه برای طلا و بعد 1980. پس این 2-3 تا سطح هم جلوی طلا هست و طلا خب یا هر چارت دیگه ما در نظر بگیریم هیچ وقت مستقیم به سمت بالا یا پایین حرکت نمیکنه. حرکت ها به صورت سوینگ هست، سوینگ های N، و ما برای این چارت هم همین انتظار رو داریم. پس دید کلی ما اصلاح تا این حمایت مقاومت هست که بین 1931 تا 1922 هست. اینجا باید یه بار تست بشه و بعد هم حرکت صعودی تا این سطح هست. ایندکس رو هم ما نگاه بکنیم، ایندکس دلار هم اگر ما نگاه بکنیم که رابطه مستقیم داره با این چارت، ایندکس دلار هم در تایم، من اینو حذف بکنم، در تایم روزانه یک حرکت صعودی خوب داره انجام میده. اینجا یک مقاومتی سر راش هست حدود 104.60-61 و مطمئنا اینجا یک واکنشی رو خواهد داشت. این حرکتی که ما میبینیم برای کیجنسن یک جابجایی هست و جابجایی هم مفهومش ریزش هست، مفهومش برگشت هست. حالا توی این کیس مفهومش ریزش هست و ایندکس از این نقطه از 104.61 میتونه اصلاح داشته باشه و همین اصلاح میتونه یک مجوز صعود رو بده به طلا. ایندکس تا سطوح بالاتر هم میتونه بره و همون سوینگ هایی که به پایین میزنه اون باعث میشه که طلا هم سوینگ های صعودیشو بزنه. در نهایت ایندکس توی تایم هفتگی میتونه خودش رو به این ناهماهنگی برسونه. این حرکت به یک حرکت شارپ هست و باید یک اصلاح رو ما داشته باشیم بعد حرکت ادامه پیدا کنه. ایندکس میتونه تا سطح 107.57 107.60 هم بیاد، حتی تا این کیجن هم میتونه بیاد که 107.67 هست و اینجا این ناهماهنگی تاچ بشه، این کیجن تاچ بشه. اما در کل اون روندی که فعلا ایندکس داره اگر بتونه این های رو نگه داره صعودیه، اما اگر نتونه که خیلی هم بعید نیست که نتونه این کار رو بکنه، روند ریزشی میشه و مخصوصا طلا رشد خوبی میکنه. فعلا دیدگاه ما برای طلا تا همون 1980 هست و برای ایندکس هم برای شروع هفته یک حرکت توی تایم دیلی تا سطح 104.61 بعدم اصلاح. اینجا هم یک
شکاف داریم که میتونه اون شکاف هم کشش داشته باشه و ایندکس رو مجبور به ریزش بکنه. شاد باشید، موفق باشید و سربلند.